سوال جواب کردن امکانات هستند. خیلی که واسطه با امنیت رقمی هنگام استفاده از تلفن‌های موبیلی بخشیده شده است و وابسته است به مسائل عمومی در سمت تامین امنیت رقمی باشد. قسمت دومش در مربوط است به پشت الکترونی، اینترنت و دیگر سرورهای پشتویی که در اینترنت هست، یعنی هنگام استفاده پشت الکترونی استفاده کنید و از اون سرچشمه استفاده کنید. میخواید که ما اون فیکایی که مثلا هر گپ رو پهن کنن و فقط ملال خاطر بعضی از اشخاص و مقامات از اون نام آوردن. من در اونجا نوشتم که نوبسته از اون که این فکر به من مناسبت شخصی دارد یا مناسبتش با سازمان ما یگان ارتباط دارد، مرحمت در اینجا نامش آشکار گوید و من جانبدار آن هستم که باید به مجازات بشود. در فضای اطلاعاتی تاجیکستان بعضی چالش‌ها به نظر می‌رسد از لحاظ تامین امنیت رقمی برای هم ژورنالیستان هم فعالان جامعه شهروندی، از جمله مثلا پیگیری کردن زنگ‌های تلفنی، از جمله دسترسی غیرقانونی پیدا کردن با پشت‌های الکترونی، از جمله شکستن صفحه‌های فیسبوکی بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی تقاضا می‌کند که در سمت تامین امنیت رقمی برای این قشر جامعه راهنمای آماده کنیم. یعنی این راهنما نتیجه یک لایحه ما با دستگیری اینترنشنال میدیا سپورت است که در چارچوب اون ما ترینینگ های آموزشی برای ژورنالیستان جوان برگزار کردیم و تصمیم گرفتیم که نتیجه اون را همچون یک دستورالعمل، همچون یک راهنما برای دیگر همکسبان خود نشر کنیم. البته تامین کردن امنیت رقمی از خود شخص، از خود روزنامه‌نگار یا فعال جامعه شهروندی وابستگی دارد، ولی برای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری، برای استفاده دیگر ابزار تامین امنیت اطلاعاتی، اونها باید از اطلاع برخوردار باشند که استفادهش واجب است. یعنی ما حد الامکان با همکسبای خود توصیه می‌دهیم که در چارچوب قانون عمل کنند و در صورت نقض حقوق آنها در فضای اطلاعاتی با راه‌های قانونی مبارزه برند، ولی برای پیدا نشدن نزاع در این فضا باید آنها از ملکه‌های تامین امنیت رقمی خود برخوردار باشند. من مطمئن هستم که مقامات امنیتی و حفظ حقوق تاجیکستان تمام امکانات‌ها را دارند که چنین فیک‌ها را پیدا کنند و با مجازات کشند. فقط برای این حوصله لازم و غیرت لازم است که به جای مشغول شدن با تعقیب ژورنالیست‌ها و راه دادن به نقض حقوق ژورنالیست‌ها یا فعالان جامعه شهروندی، وظیفه مستقیم رسالت اصلی خودشان را اجرا کنند و در صورت پیدا شدن چنین حادثه ها باید واکنش نشان دهند و از پی پیدا کردن آن اشخاصی که به حقوق ویرانکنی دست میزنند باشند.